سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. باعث افتخار است محضر شما اساتید و سروران بزرگوار حضور دارم. امیدوارم از مباحثی که گفته خواهد شد خداوند قلب نازنین حجت ابن الحسن را از همه ما راضی و خوشنود کنه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. حساس و مهمی رو داریم و طبیعتاً وظیفه ما بسیار بسیار سنگینه. بزرگواران، کار از جهاد تبیین فراتر رفته. ما وظیفه داریم تحریض به جهاد تبیین بکنیم. تفاوتش این است، گاهی وقتا من میشینم یک مطلب تبیینی میگم، یک زمانی باید کاری انجام بدم که مخاطبین من برن جهاد تبیین انجام بدند. بزرگواران، روزها به شدت روزهای حساسی است. یعنی شاید شما امشب که خوابیدید، صبح که بلند شدید، ببینید کلی فضا تغییر کرده، یا تو 2-3 روز آینده ممکنه اتفاقات خاصی بیفته. درسته نتیجهش با پیروزی جبهه مقاومت ختم خواهد شد، اما بالاخره اگر تبیین اتفاق نیفته، توی صحنه واقعی ما پیروز میشیم، اما تو فضای ذهنی و جنگ شناختی شکست میخوریم. گذشت اون دوران که آب توی 100 درجه به جوش میآمد. گذشت اون دوران که آب در منفی یعنی 0 و پایین 0 یخ میزد. گذشت اون دوران. امروز فضای مجازی خودش قاعده تعریف میکنه. میتونه آب توی مثبت 50 درجه یخ بزنه، توی منفی 30 درجه به جوش بیاد. واقعی که نیستش. فضای مجازی قراردادش رو مشخص میکنه. برای همین ما میتونیم توی جنگ واقعی پیروز بشیم، اما توی جنگ تحریف و جنگ شناختی شکست خورده باشیم. توی این فضا باید جهاد تبیین انجام بدیم. خب از ساعاتی دیگه و دیگه از این به بعد مهمترین شبهه‌ای که توی چند روز آینده خواهد بود این شبهه است: چرا ایران به محور مقاومت کمک میکنه؟ چرا ایران کاری میکنه که اسرائیل بزنش؟ خب آقا ما کار نداشته باشیم، اونا هم به ما کاری ندارن. اولا جواب یک خطیش این است: ما که کاری نداشتیم. اونا میتونستن اسماعیل هنیه رو تو هر جای دنیا بزنند، آمدن توی کشور ما زدند. هر چقدر یک انسان بی غیرت باشه نسبت به مهمونش حساسه، انتقام میگیره. اما ماجرا چیه؟ من تو چند دقیقه مطالبی رو برای شما عرض میکنم و از شما خواهش میکنم همین حدود 10 دقیقه‌ای که من میخوام صحبت بکنم، همین 10 دقیقه رو عنایت ویژه بفرمایید. هر جایی که شما این 10 دقیقه رو توی کلاستون، محل کارتون، خانواده‌تون، فامیلتون، همسایه‌تون، همین 10 دقیقه رو بتونید بیان بفرمایید، تحریض به جهاد تبیین انجام شده. یعنی طرف تازه متوجه میشه که جمهوری اسلامی چه کرده و ماجرا چی بوده. ببینید بزرگواران، ماجرای اسرائیل به بیش از 1 قرن گذشته برمیگرده. اون موقعی که کم کم یهودیا آمدند سمت فلسطین. سال 1948 رژیم غاصب صهیونیستی اعلام موجودیت کرد. بعد از اون کشورهای عربی منطقه به اسرائیل حمله کردند. اسرائیل همه اونها رو در عرض 8 روز شکست داد.
و از کشورهای عربی هم بخشی از اون کشورها رو گرفت. تا حدود سال 1968 بخشی از این کشورهای عربی که گرفته بود رو داد، اما از اون طرف تقریباً تمام فلسطین رو اشغال کرد. شعار اسرائیل این هست: از نیل تا فرات. برای همین پرچم اسرائیل هم بالاش رنگ آبیه هم پایینش رنگ آبیه، یعنی بالا نیل پایین فرات. تئودور هرزل که نظریه پرداز اسرائیل بود میگه ما کشور یهودی خواهیم داشت که از نیل تا فرات باشه. یعنی هنوز نه انقلاب اسلامیه، نه جمهوری اسلامیه، نه اصلا بحثیه. اونا میگن باید نیل تا فرات شکل بگیره. درست؟ اما این طرح نیل تا فرات طرح مدون نبود، فقط شعار بود. سال یعنی 1980 یه شخص یهودی به نام عود دینون آمد و طرح مدون اسرائیل بزرگ رو داد. توی این طرح اسرائیل بزرگ تمام کشورهای منطقه قطعه خواهند شد. یعنی ایران به 5 قسمت تقسیم میشه، عراق به 4 قسمت تقسیم میشه، لبنان همینجور، سوریه همینجور، سودان، سومالی و همین کشورها قطعه خواهند شد که اسرائیل بزرگ شکل بگیره. مدل قطعه شدن این کشورها هم به صورتی خواهد بود که دائم بین این کشورها جنگ اتفاق بیفته. اصلا از همون ابتدایی که اسرائیل شکل گرفت با همین روی کرد بود. موقعی که انگلیسی‌ها نشستن بعد از جنگ جهانی این طرف میز، فرانسوی‌ها نشستن اون طرف میز، یک خطکشی گذاشتند، خاورمیانه رو 2 تیکه کردند، بین خودشون تقسیم کردند، بهش گفتن قرارداد سایکس-پیکو. این خط به صورتی بود که همیشه بین کشورها اختلاف بندازه. خب گفتیم دهه 1980 یک شخص یهودی به نام عود دینون آمد نقشه مدون اسرائیل بزرگ رو ریخت، اما نمیشد اجرا بشه. چرا؟ چون کشوری به نام شوروی وجود داشت. شوروی در اوج قدرت بود، خاورمیانه رو کاملا تحت اختیار خودش گرفته بود. طبیعتاً اسرائیل و آمریکا نمیتونستن این کار رو انجام بدن. خب سال 1991 شوروی از بین رفت، آمریکا تک قدرت دنیا شد. توی اون دوران یک شخصی به نام ریچارد پرل که توی وزارت امور خارجه آمریکا بود، یک طرحی رو مشخص کرد برای آینده آمریکایی. این طرح خاورمیانه بزرگ بود، نیو مدلیت، خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید. این خاورمیانه جدید وسطش اسرائیل بزرگه. توی اون طرح کشورهای بیشتری قطعه می شدند. سال 2001 فرا رسید، ماجرای برج‌های دوقلو اتفاق افتاد و آمریکا مورد حمله قرار گرفت. حالا واقعی بود، واقعی نبود، چی بود ولش کن، ما اون کاری نداریم. از اینجا رو یه مصاحبه هست، ژنرال وزلی کلارک، ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکایی. ژنرال وزلی کلارک این مصاحبه رو سال 2005 انجام میده. میگه من رفتم پنتاگون 7 روز بعد از 11 سپتامبر. رفتم پنتاگون، یکی دوستام رو دیدم. به دوستم گفتم چه خبر؟ ایشون از مقامات عالی رتبه پنتاگون بود. بهش گفتم چه خبر؟ میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوایم به عراق حمله کنیم. من گفتم عراق؟ چه ربطی داره؟ مگر شما نگفتید 11 سپتامبر کار القاعده هست؟ و مگر نگفتید القاعده مال افغانستانه؟
پس به جایی که به افغانستان حمله کنید چرا میخواین به عراق حمله کنید؟ گفت من نمیدونم. این ژنرال وزلی کلارک ادامه میده، میگه یک مدتی گذشت آمریکا به افغانستان حمله کرد. یه هفته بعد از این ماجرا من رفتم پنتاگون، دوباره این دوستم رو دیدم، بهش گفتم حالا که به افغانستان حمله کردید، آیا اون چیزی که اون دفعه به من گفتی، یعنی حمله به عراق، هنوزم هست؟ به من گفت بزرگتر شد. گفتم یعنی چی؟ گفت بیا داخل. من رو برد داخل اتاقش، یه کاغذی رو برداشت، گفت این رو الان از بالا آوردند، یعنی اتاق وزیر، و به ما گفتند خودمون رو آماده کنیم برای اینکه به 7 کشور حمله کنیم. من گفتم کدوم کشورها؟ گفت عراق، بعدش سوریه، بعدش لبنان، بعدش سودان، بعد سومالی، بعد لیبی. وقتی ما به این 6 کشور حمله کردیم 7مین کشور ایرانه که بهش حمله میکنیم. من گفتم تو چند سال؟ گفت تو 5 سال. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم. تموم. مصاحبه ژنرال وزلی کلارک اینجا تموم میشه. ایشون یه مصاحبه دیگه داره سال 2006، یعنی حالا 5 سال گذشته و قرار بوده آمریکا به 7 کشور حمله کنه. ایشون تو اون سخنرانیش میگه ما قرار بود به 7 کشور حمله کنیم، اما تو کشور اول موندیم و اون عراق بود. دلیلش هم این بود که ایران نقشه ما رو متوجه شد و دیگه اجازه نداد که ما به خواستمون برسیم. خب ایران چه کار کرد؟ ایران آمد تو تمام کشورها به جایی که پول ببره، چون پولی نداره ایران در مقابل پولای آمریکا، تجهیزات ببره، انقدر تجهیزاتی نداره، آمد هسته‌های مقاومت تشکیل داد. یعنی همون جور که توی لبنان حزب الله شکل گرفته بود، تو افغانستان فاطمیون شکل گرفت، تو پاکستان زینبیون شکل گرفت، توی یمن انصارالله شکل گرفت، توی عراق پایه‌های هشت شعبی و اینها شکل گرفت، حتی تو سودان و سومالی و لیبی، تو تمام اینها برای هر کدوم ایران یک نسخه‌ای گرفت. اینا آمدن تو سومالی، آمریکا پایگاه نظامی زد و تو مرحله اول 700 کماندو پیاده کرد برای اینکه اون کشور رو از بین ببره. ایران رفت هسته مقاومتش رو شکل داد، آمریکا مجبور شد بره بیرون. حالا فرصت نیست، اگر فرصت بود دونه دونه کشورها رو عرض می‌کردم که ایران به رهبری حضرت آقا برای هر کشور چه کار کرد، که اون موقع میفهمیم که چه شخصی رهبر این کشوره. به جای اینکه دشمن بیاد بگه آقا خودرومون بده، ارزش پول، این چیزایی که اختیار رهبری نیست رو همیشه بگه، باید ما از این طرف بگیم اون جاهایی که زیر نظر رهبری هست چجوریه. خلاصه بزرگواران، نقشه آمریکا نقشه بر آب شد. اسرائیل بزرگ شکل نگرفت. قرار بود اینا به ایران حمله کنند، ما شروع نکردیم، اونا شروع کردند. مگر سومالی کاری کرده بود؟ مگر سودان کاری کرده بود؟ مگر سوریه و لبنان کاری کرده بودند؟ مگر عراق کاری کرده بود؟ قرار بود همش حمله کنه. چرا؟ چون خاورمیانه آمریکایی شکل بگیره. خب بعد از اون که توی این نقشه شکست خورد، آمریکا آمد برای هر کشوری بحران ایجاد کرد. به افغانستان چه حمله کرده بود، به عراق هم حمله کرده بود، برای سوریه داعش رو شکل داد، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 11 روزه. توی سودان یک مدل، لبنان احمد حسین رو فرستاد کشف حجاب بکنه، جنبش زن عدالت زندگی شکل بگیره که سودان تجزیه شد. برای سومالی یک مدل، برای هر کشوری در منطقه یه جور برنامه‌ریزی کرد. برای ایران هم چند مدل که بتونه ایران رو تجزیه کنه. خب نتونست. برنامه‌اش این بود که سال 2020 خاورمیانه جدید شکل بگیره. برای اینکه خاورمیانه جدید رو شکل بده چقدر هزینه کرد؟ 7 تریلیون دلار، یعنی 7000 میلیارد دلار. بزرگواران میدونید 7 تریلیون دلار یعنی چی؟ جنگ جهانی دوم که تمام دنیا رو نابود کرد،
زیر ساخت‌های عمده کشورها نابود شد. تقریباً تمام کارخونه‌های کشورهای اصلی از بین رفت. سیستم‌های نظامیشون، تمام سیستم‌های موشکیشون، تمام اینا آسیب‌های جدی دید. بمب اتم زده شد، شهرها نابود شد. کل خسارتی که دید 4 تریلیون دلاره. آمریکا توی منطقه توی این 20 سال 7 تریلیون دلار هزینه کرد. میخواین بدونید 7 تریلیون دلار یعنی چی؟ 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار، یعنی کل درآمد نفتی ایران از زمان اکتشاف نفت تا به امروز 1500 میلیارد دلاره. آمریکا توی این 20 سال 7000 میلیارد دلار هزینه کرد، یعنی حدوداً 5 برابر کل درآمد نفتی ایران از زمان اکتشاف نفت تا الان. این یعنی 7000 میلیارد دلار. خب ما هم هزینه کردیم. ما چقدر هزینه کردیم؟ ترامپ تو پیام نوروزیش به مردم ایران میگه حکومت شما تا به امروز 16 میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده. خب این که معلومه دروغه، اما ما میگیم راسته. ما میگیم باشه. ما 16 میلیارد دلار، آمریکا 7 تریلیون دلار. ما 16، آمریکا 7000. اصلا میتونید دو تا رو با هم کنار هم بذارید؟ 16 میلیارد کجا؟ 7000 میلیارد کجا؟ سال 2020 تمام شد. خاورمیانه جدید با قرائت ایران شکل گرفت یا با قرائت آمریکا؟ درود خدا بر نائب امام زمان، سلام خدا بر این حکیم فرزانه، رضوان خدا بر مدافعان حرم و در رأسشون حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله که ببینید با دست خالی اینا چه کار کردن. جلوی تجزیه ایران و همه این کشورهای منطقه رو گرفتند. کجای این کسایی که میگن چو ایران مباشد تن من مباد؟ ایران قرار بود قطعه قطعه بشه و اینا جلوش رو گرفتند. بزرگواران، اسرائیل برای این که اسرائیل بزرگ رو شکل بده همچنان برنامه داره و الان اوج برنامهشه. او میخواد تو ماجرای طوفان الاقصی یک بار برای همیشه جریان رو تمام کنه. او به سوریه حمله خواهد کرد. او به لبنان کامل حمله خواهد کرد. او به یمن حمله خواهد کرد و او به ایران حمله خواهد کرد. نه زمانهای خیلی آینده، شاید زمانهای بسیار نزدیکتر از اون ساعاتی که شما تصور میکنید. پایان این نبرد پیروزی قطعی محور مقاومته. اصلا تو این زمینه شک نکنید. اما بزرگواران، این نیاز به تبیین داره. شمشیر مالک اشتر تا زمانی برانه که عمارها تو عقبه شروع بکنن تبیین کردن. موقعی که عمار به شهادت رسید، مالک مجبور شد از چند قدمی خیمه معاویه برگرده. امروز مالک ها به چند قدمی خیمه رسیدند. کار ظالمین عالم تمومه، به شرط اینکه ما کار عمار انجام بدیم. این 1-2 روز، این 1-2 هفته، این 1-2 ماه رو قدر بدونیم. برای جبهه حق فرصتی بهتر از این برای سربازی امام زمان دیگه نبوده. نائب امام عصر حکم داده بر همگان فرض یعنی واجب عینی و واجب فوری. سریع باید یک کاری انجام بدیم. اون کار امروز ما جدا از دعا، جدا از استغاثه، جدا از توسل به حجت ابن الحسن که حتما این کار رو بزرگواران انجام بدید. نماز استغاثه به امام زمان امشب بخونید، فردا بخونید، پس فردا بخونید، 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. جدا از این جور کارا بریم جهاد تبیین انجام بدیم. هر جا که هستیم بر خودمون واجب بدونیم یه صوت 5 دقیقه‌ای، یه صوت 7 دقیقه‌ای ضبط بکنیم، بفرستیم برای تمام فامیلمون، بفرستیم همه. لحظات حساسیه. خدایی نکرده اگر کمکاری بکنیم یه بار میبینید جبهه حق اون اقتدارش رو از دست میده.
جبهه حق خدایی نکرده شکست میخوره. یه صوتی ضبط بکنیم بگیم یه سوالی که بعضیا مطرح کردن این است که چرا به محور مقاومت کمک بکنیم. به نظر من این است، منم که دونه دونه گفتم، کانال سعدا هم پریشب یه فایل کتاب گذاشته، دونه دونه اینایی که من گفتم اسماش و همش اونجا هست. شما زحمت بکشید این رو بگیرید، یه صوت 5 دقیقه‌ای 7 دقیقه‌ای با صدای شریف خودتون بفرستید برای فامیلتون، بفرستید برای همکاراتون. نهایتش چی میشه؟ 1000 تا صوت فرستادید، 10 نفرم فوش میدن. خب بدن، چه اتفاقی میفته؟ لحظه حساس تاریخ رو ما کمکاری کنیم چون ممکنه 2 تا فوش بخوریم. کدوم پیامبر خدا فوش نخورده؟ کدوم یکی از اولیاء خدا توهین بهش نشده؟ کدوم یکی از ائمه بزرگوار ما مسخره نشدند؟ ما هم میشیم. بزرگان ما سختی‌های زیادی کشیدن. مرحوم قاضی نورالله شوشتری رو خوابوندن رو زمین، دست و پاش رو بستن، برداشتن این شاخه‌های تنومند درخت رو برش زدن، توش میخ زدن، با هر ضربه‌ای که به بدن ایشون میزدن یک قطعه بدن ایشون کنده میشد. اینجوری جهاد کردن. ما میخوایم یه گوشی برداریم و یه صوت بفرستیم و تو کلاسمون و تو محل کارمون 4 تا تبیین انجام بدیم، اونم تو این موقعیت. بزرگان یه جوری باید زندگی کنیم که وقتی این کار رو انجام دادیم ببینیم لبخند رو لب حجت ابن الحسن آمد. دیگه چی از این بهتر؟ محبوبیت میخوایم، مشهوریت میخوایم، هر چی میخوایم در پناه ایستادگی پای جبهه حقه. ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین تعز من تشاء و تذل من تشاء. مگه عزت نمیخوایم؟ شما که قرآنی هستید. عزت مال مؤمنینه. پای جبهه حق واستیم، اون موقع خواهیم دید خدا چجوری به همه ما انشاءالله عزت خواهد داد. انشاءالله که خداوند توی این لحظات و روزهای حساس خدا رو به آبروی حجت ابن الحسن قسم میدیم، خدایا پیروزی مقتدرانه جبهه حق رو مقدر بگردان. خدایا ما رو در این جهاد و تمام جهادها سربلند قرار بده. خدایا علمدار این نظام مقام معظم رهبری رو یاری بگردان. خدایا علم این انقلاب رو با دستان مقام معظم رهبری به دستان صاحبمون برسان. خدایا عاقبت همه ما رو بعد از عمری جهاد ختم به شهادت در آغوش حجت ابن الحسن قرار بده. خدایا شهدای عزیزمون امام بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله و همه شهدای تاریخ رو از صائب ابا عبدالله محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.